ساعت 22:02 امروز 7/6/2582 شروع روز 15 از دوره جامعه طرحواره درمانی و شروع جلسه 29. با هم ویژگی‌های انسان سالم رو میگفتیم، هنوز طرحواره رو تدریس نکردیم و در ویژگی‌های انسان سالم رسیدیم به اینکه انسان سالم روابط سالم داره و حفظش میکنه و ایجادش میکنه و ارتقاش میده و روابط ناسالمش رو ازش خارج میشه و اونهایی رو هم که نمیتونه خارج بشه تنظیمشون میکنه. اما رابطه ناسالم چه رابطه ایه؟ توی جلسه‌ای که به رابطه ناسالم پرداختیم، حدود 2 جلسه تعریف رو سروران گفتن و مرور کردیم، در مجموع به این نتیجه رسیدیم که رابطه ناسالم رابطه‌ایه که در اون نیازهای طرفین به قدر کافی برآورده نشه. قدر کافی آیا درصد و میزان مشخصی داره؟ بله، بعضی‌ها گفتن 30%. من به زبان ملموس‌تر و دقیق‌تر میگم، چون بعضی چیزها رو شما نمیتونید بگید الان 30%ش چقدر میشه. به قدر کافی با تعریفی که من ارائه میکنم یعنی اینکه فرد از برآورده نشدنش دچار درد نشه و از برآورده شدنش اون میزانی که برطرف میشه یک حظ و کیف و لذتی براش پیش بیاد، به قول معروف کیفور بشه، به قول بازاری ها. این میشه حد کافی. منظور حد کامل نیست. تنها کسی که نیازهاش به حد کامل برآورده شده مرده های قبرستونه. این میشه پس رابطه سالم. حالا اومدیم روابط ناسالم رو در قالب طرحواره ها مطرح کردیم. طرحواره ها رو برشمردیم و گفتیم هر کدوم از این طرحواره ها توی رابطه به چه شکل بروز میکنن. رسیدیم به طرحواره 12 که طرحواره اطاعت بود. حالا توی تایم قبل از کلاس هم یک ارزان به حضور سروران مروری داشتیم که سروران مرور کردن. بعد ما دقیق‌ترش حتما فایل جلسه قبل رو گوش کنن و ازش استفاده کنن. من چت رو بخونم، اگه مطلبی هستش بفرمایند سروران و الا که بحث رو پیش بگیریم. خب سلام و درود خدمت همه بزرگوارانی که سلام عرض کردن. من عذرخواهی هم کردم. درود بر شما جناب بهشتی عزیز. جلسه اولی هست که در خدمتتونیم. البته جلسه هم اومدید ولی آخراش بود، کم سعادتی ما بود. و خانم محمودیان درود بر شما، جلسه اولتونه. درود بر تیاره عزیز و پریشهر عزیز، فاطمه گرامی، شهین دخت مهربان، خانم راضیه، جناب کاوه و دیگر سرورانی که هستن. خب سوالی نیستش، بریم مطلب بپردازیم بهش. خب طرحواره بعدی طرحواره ایثار. همین چند دقیقه پیش گفتم یه تفاوت اساسی داره با طرحواره اطاعت که الان دقیقشو براتون میگم. خب طرحواره ایثار با هم مرور میکنیم. شخصی که طرحواره ایثار داره توی رابطه وقتی شما باهاش هستید میگه خب من میخواستم موبایل بخرم، پولمو دادم، مثلا برای خواهرم مثلا ماشین ثبت نام کرد. توی رابطه امروز قرار دارید، طرحواره ها رو که ما هنوز تدریس نکردیم داریم توی رابطه فقط مرور میکنیم. امروز قرار داریم، قرار رو کنسل میکنه. میگی چرا؟ حالت بده؟ مشکلی پیش اومده؟ میگه نه دوستم مثلا اعصاب کشی داره یا دوستم میخواد بره سفر، میخوام برام کمکش. خودش رو قربانی میکنه برای دیگران، ایثار میکنه. بزرگواری نوشتن این منم، انشالله که سلامت باشین شما. حالا دوست داشته باشین میتونیم مصاحبه هم با شما داشته باشین، ولی خب ضبط میشه، فکر نکنم سروران علاقه داشته باشن، ولی میتونیم یه خورده زوم کنیم رو شما، بازخورد بدید همزمان که تعریف رو میگیم. بزرگوار دیگه ای نوشتن تا حدودی شامل همه میشه، بررسیش میکنیم با هم. این جمله قشنگ. اموالش رو در اختیار بقیه میذاره، از وقت خودش میزنه. این گام اولش. گام دوم چه اتفاقی میفته؟ وقتی که شما با این فرد میرین توی رابطه، باهاش در هم تنیده میشی، اون موقع از شما هم هزینه میکنه، اون موقع از شما هم خرج میکنه، اون موقع از رابطهش که شما در اون رابطه باشی هم میزنه. من قبل کلاس خیلی داد و بیداد کردم، همین الان دیگه صدام لولای آخرشه دیگه، برای همین بیشتر از حد همیشه بعد آب بخورم، عذر میخوام. و شما رو هم فدا میکنه. این سبک تسلیمشه. به چه باوری رسیده؟ به این باور رسیده که من وقتی خوبم، من وقتی احساس گناه ندارم،
و حتی دقیق تر بخوایم بگیم در مواردی من وقتی احساس شرم ندارم، اونهایی که روانپویشی کار میکنن، روانکاوی کار میکنن، فرق احساس گناه و احساس شرم رو میدونن. اگر که نمیدونن من بگم براتون. من وقتی احساس گناه نمی کنم در مواردی، وقتی احساس شرم نمی کنم، چه ایثار کنم؟ به چی میرسی؟ به اینکه پایینش یک چیزی هست که من فی نفسه خوب نیستم، این کارا رو که میکنم آدم میشم و خوب میشم، پذیرفته میشم، حالم آروم میشه. زیرش چیه؟ نوشت خانم صفی اقدم: طرحواره نقص و شرم. اینه که من میگم طرحواره نقص و شرم یک طرحواره بنیادینه. جلسه قبل هم اشاره کردم، گفتم ما به هر چیزی که بپردازیم، همه اختلالات روانی به چی برمیگرده؟ به اضطراب. به اضطراب میگیم المراعظ. نه اینکه لباسش چون اینطوریه، چادر رو سرش میکنه اینطوری اونطوری، بهش میگیم نه. المراعظ یعنی مادر مرضها، مادر مشکلات. یعنی مادر همه مصیبت ها همین اضطرابه. و جالبه وقتی اضطراب برطرف میشه، درمان خود به خود صورت میگیره. برای همین شما میبینی فردی وقتی فلان پست رو بهش میدن، وقتی دکترا میگیره، از اون سمت وقتی که مثلا بچه پسر بهش میده یک نفر به عنوان مثال، وقتی یک فرایندی واسش پیش میاد، یک سری اخلاقهای عجیب و غریبش هم برطرف میشه، یک سری اخلاقهای بدش هم میره کنار. اگه به عنوان یک روانشناس نگاه کنی بهش، این تراپی شده به نوعی. آیا پیش روانشناس رفته؟ نه. به خاطر قدرتی که به دست آورده، این قابل تعمیم نیست ولی به خاطر قدرتی که به دست آورده، به خاطر امنیتی که به دست آورده، اضطرابش کاهش پیدا کرده. یه لحظه، اضطرابش کاهش پیدا کرده و کاهش اضطرابش باعث حل شدن یک سری از مشکلات روانی شده. پس به نوعی تراپی براش صورت گرفته. چرا میگیم قابل تعمیم نیست؟ چون ممکنه یک نفر وقتی مغازه میخره، اون اضطراب کاهش پیدا کنه، یک سری از رفتاراش برطرف بشه، حتی به زبان طرحواره گزنده آسیبش کمتر بشه. اما یک نفر نه، چون به حد کافی اضطرابش رو کاهش نداده، یا چون اضطراب کاهش پیدا کرده اما شناخته اصلاح نشده. من همین حرف رو اینجا پرانتزی درونش باز کنم. درمانی داریم ما، درمان رسما، که EMDR اگه اشتباه نکنم، که نور میندازن به چشم و حرکات چشم و اینها رو کنترل میکنن و درمان صورت میگیره. من به یکی از سرورانی که حالا همکاران من بودن، دوست من بودن، همکلاسی من بودن به نوعی، و این درمان رو انجام میدادن، تدریس میکردن، گفتم که اصلا درمان نیست. چه اصلاحی صورت میگیره که درمان صورت بپذیره؟ گفت بعد کلاس با هم صحبت میکنیم. بعد کلاس که اومد صحبت کنیم، گفتم من جواب سوالمو گرفتم. این بله توی درمان PTSD خیلی جواب میده. خود کسی که این درمان مبدعش بوده سرطان داشته. چرا دارم تعریفش میکنم؟ چون من جلسات اول گفتم میخوام از شما نظریه پرداز بسازم و پای حرفم هستم و تا الانم بعضیاشو در خودتون مشاهده کردین. میخوام فرآیندش رو بدونید. بهش اون چیزی که تو ذهن من اینه، حدودی اینه، چون من تخصصی این درمانو کار نمی‌کنم. بهش خبر میدن که تو سرطان داری، یک خبر بدی بهش میدن، دچار اضطراب میشه. و تو خیابون که میرفته، این نور چراغ‌ها و این چراغ‌های چشمک زن که به چشش می‌خورده، دیده اضطرابش کاهش پیدا میکنه. رفته روی این کار کرده، حالا این درمانو ارائه کرده. کاری ندارم به این جزئیاتش. خلاصه این درمان با یک فرآیندی که روی چشم شما تابش نور و اینها داره که شما توی کارگاه 4 ساعته میتونین کلیاتش رو یاد بگیرید. چیز پیچیده‌ای هم نیست ولی خیلی اثر بخشه در مواردی. اسمش شده درمان و اضطراب کاهش میده. من اومدم به این دوستم گفتم این اصلا درمان نیستش، که نه تو شناختش اصلاح حاصل میشه، نه تو ناهوشیارش اصلاح حاصل میشه، نه فرآیند شیمیایی مغزش به اون صورت تغییر میکنه، فقط اضطراب کاهش میده. این اومدم بهش گفتم. بعد گفت اوکی بعد کلاس صحبت میکنیم، راست میگی این نقد وارده. تا اومد گفتم من جواب سوالامو گرفتم. گفت چیه جواب سوالت؟ من بگو منم بدونم خودم. گفتم این وقتی که این اتفاق واسش میفته، اضطرابش کاهش پیدا میکنه تو اتاق درمان. بعد این واسه فوبیا هم، واسه PTSD هم نوشتن، برای فوبیا هم خیلی خوب جواب میده. اضطرابش که کاهش پیدا میکنه، دوباره یک نگاه معقولی به قضیه میندازه. مثلا طرف فوبیای موش داره، فوبیای سوسک داره، فوبیای ارتفاع داره. تو این فرآیند درمانی به اون
شرایط میری تصویر سازی میکنیش، طرف باید بترسه دیگه، مضطرب بشه، استرس و استرابش بزنه بالا دیگه، ترسش بزنه بالا دیگه. همزمان این فرآیند روش انجام میدی، این با اون مسئله مواجهه رو داره، در این حال استرابش هم کاهش پیدا میکنه، حالا باهاش روبرو میشه بدون ترس. حالا که بالاخره تونست باهاش روبرو بشه بدون ترس، شناختم به این پیدا میکنه که اون قدم ترسناک نیست، درمان میشه. دقیقاً مثل وقتی که طرف رو میگی گام به گام، مثلا اگه از ارتفاع میترسی، از پل عابر پیاده میترسی، حالا 2 پله بریم، دفعه بعد 3 پله بریم، دفعه بعد با هم بریم روی پل یا با هم بریم توی آسانسور. دقیقاً همین فراینده. این فرد رو مواجهه میده، حالا اونجا با گام به گام و ذره به ذره به سمت اون موضوع نزدیک شدن مواجهه میده بهش، اینجا با اینکه شما رو تو اون شرایط قرار میده با کاهش اضطرابی که داره. سروران هم کامنت های قشنگی نوشتن، میخونم خدمتتون. خانم تیارا نوشته هیجان که کاهش پیدا میکند، منطق فرد افزایش پیدا میکنه. تا حدی درسته؟ بله تا حدی که ندیگه عموما درسته دیگه. هیجان مال حالا مغز سیستم لیمبیک و حالا مغز خزنده ما قسمت‌های پایین‌تره، اون منطقه مال کورتکس دیگه. اون کورتکس میتونه بیاد توی میدون، بهش مجال میدن، درصد و سهم بیشتری از بازار مغز رو سهم میشه. دقیقاً منطق افزایش پیدا میکنه. خانم صفی اقدام هم نوشتن یه نوع حساسیت زدایی منظم هست، میتونیم از این منظر هم بهش نگاه کنیم، ولی تمرکزش روی اون هیجان منفیه و کاهش اضطراب. اینو گفتم که بدونید چقدر بحث اضطراب مهمه. جلسه اول من براتون تاکید کردم و مثال زدم، الانم دوباره میگم، بسیار میبینید درمانگرانی که واقعا سواد ندارن، خودشون هم بعضن اقرار دارن، اون کلینیک و همکارانشون هم اقرار دارن واقعا سواد ندارن، ولی جواب میگیرن از درمانشون و شیر مادر حلالشون، دمشون گرم، خیلی هم خوب کاری میکنن. چرا؟ چون یک منشی داره، یک ادبیاتی داره، یک حالا متانت کلامی داره که شما وقتی باهاش صحبت میکنی احساس آرامش بهت دست میده، در نتیجه احساس آرامش اضطرابت رو کاهش میده. بعد حالا مثلا پیش این میشینی، مثلا مشکلت رو با فرزندت مطرح میکنی، الان که با یک آرامشی خودت داری مسئله رو مطرح میکنی، مثل اینکه تو خونه خودت میشستی روی این قضیه فکر میکردی و حلش میکردی، مسئله رو حل میکنی. و البته این لول از درمانگرها مال یه لحظه، این لول از درمانگرها مشکلات اساسی رو نمیتونن حل کنن، ولی خب بخش زیادی از مراجعین رو راضی میکنن و کار خیلی خوبی هم هست و گزینه مثبتیه. برمیگردیم به سراغ صحبت خودمون. از کجا بحث آغاز شد؟ بحث نقص و شرم. گفتم پس همه مسائل برمیگرده به اضطراب، چیزی که تمامی مکاتب تا حدی قبول دارن. خب اضطراب رو چی بنا میشه؟ اضطراب روی این که توی کمبودی داری، یک مشکلی هست یا همه چیز اونطوری که تو میخوای نیست دیگه، یعنی یک نقصی هست دیگه، something is wrong, something is missing، یه چیزی گم شده. یعنی چی؟ اضطراب روی یک نقصی قرار گرفته. حتی وقتی ما میخوایم اضطراب از طریق سوپر ایگو مطرح کنیم، سوپر ایگو میگه تو نقصی داری، تو یک مشکلی داری، تو یک کار اشتباهی کردی، پس نقص شرم، دقت کنید، و اضطراب میده. از جنبه اید اگه بخوایم به قضیه نگاه کنیم چطوری میشه؟ این داره اضطراب بهش میگه تو این کارو باید بکنی و نکردی، اینو باید به من بدی و ندادی. چون نقص و شرم وجود داره، این اضطراب رو شما میتونی حفظ کنی و ببینی. پس میبینیم این اضطراب هر جهت زیرش پس این نقص و شرم هست. پس اگر اضطراب ام المراضع، مادر همه مریضی ها اضطرابه، شاید بتونیم بگیم پدرش هم نقص و شرم میتونه باشه. الزاما طرحواره نقص و شرم نیستا، ولی نقص و شرم میتونه باشه. چرا میگم الزاما طرحواره نقص و شرم نیست؟ نفر میتونه نقص برای من بیاره؟ مثال نقص. جناب بخشنی میشه یه لحظه سوالتون رو تکرار کنیم؟ بله دارم میگم که اضطراب مادر همه مشکلات روان. خب این مطلب اول. مطلب دوم، گفتم زیر این اضطراب احساس نقص و شرم هستش، اما ما نمیتونیم بگیم این احساس نقص و شرم طرحواره نقص و شرمه. چرا نمیتونیم بگیم؟ من فکر میکنم اضطراب برگشت ساخته که یه تکونی به خودمون بدیم، یعنی به عبارتی میشه گفت اهرم فشارشه که ما را به سمت انجام دادن یه سری از کارها
راهنمایی کنه. هرچند میتونه نتیجه معکوس هم بده، میتونه باعث بشه که دست و پامون رو گم کنیم یا خرابکاری کنیم. ببینید شما اومدین گفتین اضطراب چرا هست، سوال منو پاسخ ندید. من دارم میگم چرا اضطرابی که اثبات کردم، توضیح دادم، در هر حالتی از اضطرابی که هستش زیرش احساس نقص و شرم هستش، مخصوصا احساس نقص. چرا ما نمیتونیم بیایم این جمله رو بگیم پس همینطور که میگیم اضطراب ام المراضع، طرحواره نقص و شرم هم ام المراضع؟ چرا ما نمیتونیم بگیم؟ خانم تیارا نوشته فراگیر نباشه و رازی هم نوشته ممکنه سبک مقابله یه طرحواره دیگه باشه. بله، طرحواره نقص و شرم ممکنه سبک مقابله یک طرحواره دیگه باشه که حالا من الان مورد خاصی تو ذهنم نیست، شما بگید برای من. طرحواره نقص و شرم سبک مقابله چیزی؟ نه، سبک مقابله چیزی به ذهن من نمیرسه باشه. حالا اگه شما به ذهنتون میرسه بگید، من اون ممکنه که گفتم پس میگیرم. خانم صفی اقدم بفرمایید، شما میخواین مثلا نوشتین مثلا بیکفایتی. خب اضطراب چه سبک مقابله ای از بیکفایتیه؟ اضطراب میتونه هسته ای از اضطراب و نقص و شرم میتونه هسته ای از بیکفایتی باشه، درسته، اما سبک مقابله ایش نیست. خانم صفی اقدم میکروفونتون میتونین باز کنین، دست بالا بردین. درود، وقتتون بخیر باشه. نظر من اینه که حالا نقص و شرم، این نقص و شرم رو فرد خودش داره این طرحواره رو و میگه که من نقص رو دارم، ولی فرمودین که توی اضطراب خب حالا فرد ممکنه توی ارتباطش با طرف یه نقصی داشته باشه یا والدینش یه نقصی داشته باشن و این باعث بشه که فرد بیاد دچار اضطراب بشه. و مثلا بگه که والدین من چرا اینطورین و این در فرد اضطراب ایجاد کنه که اینم باز به نوعی نقص والدینشه. نقص و شرم خود این فرد نیست. این یه پاسخ. و خصوصا در مورد اضطراب ها خودتون هم اشاره کردیم، ولی به طور کلی ما 3 نوع اضطراب داریم دیگه، از دیده حالا سوپر ایگو و اینکه نظر فروید. اضطراب اخلاقی هست که ما بین سوپر ایگو و ایگو صورت میگیره. بین ایگو و اید در واقع اضطراب روان رنجور هست و بین خود ایگو و دنیای بیرون یک اضطراب واقعی رو ما داریم. و این انواع نقص ها میتونه در این باشه. مثلا حالا یکی هست که از نظر اخلاقی خانواده‌اش گفته باید تو اینطور باشی. بله. خب این نقص خانواده‌اش هست که در فرد اضطراب اخلاقی رو ایجاد کرده. یه لحظه. از اون طرف الان این نقص خانواده است، درست، اما این نقص خانواده وقتی برای این احساس اضطراب ایجاد میکنه وقتی هستش که خودش هم پذیرفته نقص داره دیگه. الان من خانواده‌ام نقص دارم، من نپذیرم نقصشون رو. خانواده‌ام میگن تو باید نماز بخونی، من نمیخونم و چون حرفشون رو قبول ندارم احساس گناه هم نمیکنم. اما وقتی میگن تو باید نماز صبح تو بخونی، من نماز صبح بیدار نمیشم و احساس میکنم انسانی هستم که نقص دارم در ایمانم، در مثلا رفتارهای انسانی خودم. این نقص رو وقتی میپذیرم احساس گناه میکنم و بعد احساس اضطراب و مسائل مربوط به خودش. پس حتی در این حالت هم اگه بخواین این رد رو داشته باشین، از برای اینکه اصلا کی گفته ما نمیتونیم بگیم نقص و شرم ام المراضع؟ شاید بتونیم بگیم. اولا که اصلا کی گفته؟ من دارم میگم نمیشه گفت. من دارم برای ادعایی که میکنم از شما گواه میخوام. پس اولا شما باید ادعا رو ببینین میپذیرین یا نه. اگرم نمیپذیرین شما باید بیاین واسه من اثبات بیارین که همیشه درسته، اون موقع من ردش میکنم. توپو بندازین تو زمین من زرنگ باشین. درست، خیلی هم عالی. ولی از نظر من حالا این طرحواره لزوما، حالا من گفتم والدین نقص دارن، نه اینکه فرد خودش نقص داشته باشه و اینکه فرد اصلا شاید اون نقص رو نپذیره در خودش. خب ولی میبینه والدینش نقص، به خاطر نقص والدینش فرد میاد دچار اضطراب میشه. مثلا میگه که من چرا باید تو این شرایط باشم، چرا باید والدین من این نقص رو داشته باشن. یه نکته فرد نمیگه من نقص دارم. یه نکته برای مثال استاد یه لحظه بفرمایید، خواهش میکنم. مثال بزنم. بفرمایید. مثلا فرد خودشیفته. خب فرد خودشیفته میدونید دیگه دو نوع سبک تربیتی منجر میشه فرد خودشیفته باشه. یا از این ور بوم میفته که خیلی بهش توجه شده، نه از اون ور که اصلا بهش توجه نشده. آفرین. بعد این الان در حالتی رو در نظر بگیم که این فرد خیلی بیش از حد بهش توجه شده.
و این فرد عملا میاد نقصی نداره، نقصی رو در خودش نمیپذیره. پس بگیم این فرد اضطراب نباید داشته باشه، اینطور نیست. این فرد هم اضطراب داره از اینکه مبادا یه روزی باشه که این فرد تایید نشه، این فرد طرد بشه. خب با این اوصاف نمیشه گفت همشون درباره نقص و شرم دارن. نقص هست ولی لزوما نقص و شرم نیست. درست بود. مخصوصا مثال خودشیفته ها خیلی قشنگ بود، من دنبال همین بودم. یه قسمتی ولی من قبول نداشتم. تو اون حالتی که من احساس اضطراب دارم به خاطر نقص والدینم، یعنی مثلا پدر من معتاده، من از این بابت احساس اضطراب و حالا احساس نقص و احساس اضطراب دارم. من وقتی از این مسئله دچار احساس اضطراب میشم که نقص پدرم رو، یعنی اعتیادش رو مرتبط با خودم و در نتیجه ادامه از نقص خودم بدونم. و الا کسی که میگه حالا اعتیاد پدرم به من چه ربطی داره، اون هیچ وقت دچار همچین مشکلی هم نمیشه. پس باز هم این قسمت که شاید در پدر مادر باشه، این رو ما نمیتونیم ردی در این بدونیم، چون اگه در پدر مادر باشه و به این استراب نده که اصلا دچار استراب نمیشه، ما هم صحبتی در موردش نداریم. اگه در پدر مادر باشه و به این استراب بده، یعنی این پذیرفته که این نقصی از اون هست، نقص پدر مادر، پس باز هم حرف ما این قسمتش اثبات میشه. اما در مورد خودشیفته ها این مثال رد حرف ماست که ما نمیتونیم بگیم همیشه نقص و شرم ریشه این استراب هستش. فرد خودشیفته احساس نقص یا ترس از نقص داره، منتها خودش رو ناقص نمیدونه، بلکه خودش رو خیلی هم کامل میدونه. خودش رو خیلی کامل میدونه و از این جهت احساس نقص زیرساخت این اضطراب نیست. و مواردی هم داریم که استرابه به این شکل الزاما به نقص و شرم ختم نمیشه، ولی این یه چیز کلیه، عموما اینطوریه. موارد نقض دیگه هم داریم که ما الان بهش وارد نمیشیم. پس این فرض از اساس غلط بودش. استاد یه مورد هم میبخشید من توضیحاتتون و اینکه در خصوص استراب واقعی هم که گفتم بین ایگو و دنیای بیرون هست، فرد الان مثلا میره بیرون تصادف میکنه، خب بعد این در اثر این فرد دچار PTSD میشه، بعدش استرس. این از نقص فرد نیست، شاید اون قصور اون ماشین، راننده، جاده همش دست به دست هم دادن تا این فرد براش این اتفاق بیفته و فرد نقصی نداره خودش و خودش هم قبول نمیکنه نقص داره. برای هر فردی ممکنه پیش بیاد، ولی این در فرد منجر به اضطراب و استرس میشه. درسته، اما در اونجا هم باز ما میتونیم ریشه اضطراب و باز ریشه نقص پس از اضطراب رو پیدا کنیم. فرد تو اون بحران، تو اون شرایط احساس ضعف میکنه که ممکنه واقعی هم باشه، احساس ضعف میکنه، در نتیجه دچار اضطراب میشه. پس اونجا هم هست. اما در آنتی سوشیال ها شما چطوری توضیح میدین این اضطرابه و این نقص رو؟ اونجا خورده سخت میشه. اونجا برای توضیح دادنشون میریم به سراغ اون مبدئی که این رو آنتی سوشیال کرده و این رو درش به وجود آورده. معتقدن بعضی‌ها در اون مبدأ، بعضی که حالا یک ریشه حالا نوروسایکولوژی داشته، بحث ساختارهای مغزشون بوده، اون بحثش در جای خودشه. در مواردی در اون مبدأ فرد دچار اضطراب‌های بسیار بوده که حالا به این سمت‌ها، به این افکار، به این منش، به این سبک دچار شده. پس اونجا ما در مبدأ اضطراب رو مشاهده می‌کنیم و در مبدأ گاهی پس اضطراب نقصش رو مشاهده می‌کنیم. طرحواره نقص و شرم نه، نقصش رو مشاهده می‌کنیم، نه الان. این هم نکته‌ای که گفتم بهش توجه داشته باشید. برگردیم سر صحبت خودمون. پس حالا طرحواره ایثار غالباً روی اضطراب بناشت. غالباً. چرا میگم غالباً؟ الان بهش اشاره می‌کنم. چت‌های شما رو می‌خونم. توی چت هاتون یکی نوشته بود هممون اینو داریم، بذاریم پیداش کنم. یکی نوشته بود این منم، بزرگوار دیگه نوشته بود تا حدودی شامل همگی میشه. اولا که شامل همه نمیشه، نکته رو دقت داشته باشید، اما یک چیزی ما ازش برداشت میکنیم، این که در کشور ما این تا حدی رایج. چرا؟ چون از خودگذشتگی، ایثار، تو سری خوردن، هی بعد میره به سمتای منفیش دیگه، تو سری خوردن، خفه بودن، حق تو بخورن هیچی نگی و الی آخر مظلوم بودن، بعد میرسه به نقطه مظلوم بودن. مظلوم بودن ارزشه. چرا؟ چون یکی از اساطیر ما مظلوم بود و ارزش این اسطوره، متاسفانه ما نگفتیم فلانی اسطوره ارزشمندیه چون بر علیه ظلم قیام کرده.
فلانی اسطوره ارزشمندیه چون حقش رو خواسته. حالا کاری ندارم در واقعیت هم اینطور بوده یا نه، حداقل تو تاریخ و قصه و حکایتی که واسه ما تعریف میکنن اینطوریه. ما نمیگیم ارزشمنده چون حقش رو خواسته یا حرفش رو زده یا در برابر ظلم قیام کرده. به نوعی ما رو به این سمت بردن که فلانی ارزشمنده چون مظلومه، چون تیکه تیکش کردن، چون خانواده‌شو فلان بلا سرش آوردن. و وقتی هم که هی روایت میکنن اون حکایتو، از مصیبتایی که سرش اومده یعنی مظلوم بودنش حکایت میکنن، نه از اینکه بابا اصلا برای چی رفته این مصیبت سرش اومده. این نقص فرهنگی. پس در جامعه‌ای که مظلوم بودن ارزش، ما به این سمت میریم. در جامعه‌ای که از خودگذشتگی پایمال کردن خود ارزشه. اجازه بدین. ارزشه. شما یک نگاه به حکایت‌ها بندازین. میگم فلان بزرگوار، که حالا یک کتابی هست خدا لعنت کنه نویسندش رو، به نام کتاب علی قتال عرب. کتاب جالبیه، خیلی کتاب بدی هم هستش و خدا لعنت کنه نویسندش رو. میاد بعضی حکایت ها رو به چالش میکشه، ان شاءالله در آتش جهنم بسوزه. میاد بررسی میکنه حالا حکایت. حالا یه حکایتی هستش جالبه که تو قرآن هم اومده. ما با افتخار میگیم آقامون امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا. اینا جوک نیست، تعارف هم نیست، بی ربط هم نیست. کاملا شما باید اینا رو بدونی که بعد مراجعت که از این جامعه، از این گشتالت میاد تو اتاق درمانت بشناسیش. روزه گرفتن، بچه‌ها هم روزه بودن و وقتی اینها روزه بودن، شب اول که میخواستن افطار کنن، یک لقمه نون، یک نصف نونی بوده، یه مسکینی میاد میدن به اون غذا. باز گرسنه میمونن و دوباره روزه میگیرن. فرداش میشه باز که میخوان افطار کنن، باز دوباره یه یتیمی میاد ببین غذا رو میدن به. یعنی حالا اینجا بچه کوچیک هست، این نیاز داره، تو اولویتت باید خانوادت باشه. اینا خب فرق میکنه. باز دوباره فردا همین حکایت و این دفعه یک در ماه مونده، وابن السبیل، یعنی کسی که در راه مونده است. اون میاد میگه خب من الان تو راه با غذا رو میدم به اون، که بعد حالا جبرئیل میاد از آسمون میاد. اتفاقایی که میفته که اینا داریم که بعد جالبه توی قرآن هم به این قضیه اشاره شده که میگن شأن نزولش همین امام علی مولای ما متقیان. البته اگه ما متقی باشیم مولای ما شیعیان سلور و سالارمون، افتخار ما که من روی انگشترم که حالا عقیق هستش این دو طرفش نوشته العلی و حق و الحق مع العلی. حالا انگشتر رو دوست دارن سروران آنلاین ببینن هستش. این حکایتی که ما با افتخار تعریف میکنیم. خب چنین چیزی داره به جامعه چی رو میخورونه؟ که ایثار کن، که از خود گذشتگی کن. این میشه آموزه اجتماعی. ملعون هویدا، خدا لعنتش کنه، این نخست وزیر وطن فروش رو. اون زمان پیکان مثلا مثل سراتوی الان بود، مثلا بخوام بگم مثل سراتوی الان بود. پیکان اومد گفت پیکان یه حلبیه، هر ایرانی حقشه که یه پیکان داشته باشه. مرتیکه غرب زده مصرفگرا. همون بهتر که حالا به مرحله اعدام هم نرسید، کشتنش، همون بهتر. و بعد از انقلاب ما با افتخار اینو عرض میکنیم ملت شهید پروری هستیم. بزرگی فکر کنم میگفت هر خانواده باید یک شهید داشته باشه. چقدر زیبا، چقدر غنی، چقدر متعالی. و این شما میبینی که چی؟ اون بر میگه هر خانواده کشته بعد بده دیگه. همون باید هر خانواده پیکان داشته باشه، مرتی که ملعون فاسد. این داره میگه هر خانواده یک شهیدین ایثار. حالا این ایثار پس میبینیم یه چیز فرهنگیه توی جامعه ما، ارزشه. یعنی مادر من افتخار میکنه اگه بگه من مثلا فلان اسبابازی بچم رو دادم به کسی، افتخار میکنه. من از وقت بچم گذاشتم، مثلا بچه‌های خواهرم رو مثلا بزرگ کردم، بچه‌های خواهرم مریض بودن از اون نگهداری کردم. توی یک چنین جامعه‌ای ایثار وقتی ارزش میشه آموزه. اینجا ممکنه دیگه نقص و شرم زیرش الزاما نباشه. یعنی در اتاق درمان به عینه میبینی، من بسیار داشتم، به عینه شما هم میبینی، فردی میاد که واقعا طرحواره نقص و شرم نداره، انسان سالم و مهربانیه، ولی طرحواره ایثار داره و با طرحواره ایثارش داره به خودش و خانواده‌اش آسیب میزنه. اینو خیلی ملموس براتون گفتم زیر ساختی تا درکش کنید. از اون حکایت هم اگه دوست دارید من زیاد بردم، حکایت از حضرت علی و حضرت زهرا و امام علی. حکایت آنار هم که شنیدید دیگه، حکایت انار. حکایت ها رو بررسی کنید تو ذهنتون. نه چیزایی که خوراک ذهنی جامعه ماست دیگه، خوراک ذهنی جامعه ماست. یک روز حضرت علی برمیگرده به حضرت زهرا میگه تایمم نگاه کنم من، میگه که
حضرت علی برمیگه به حضرت زهرا میگه که علی جان، میگه زهرا جان تو هیچ وقت از من خواسته ای نداشتی. ببینید چه زن خوبی بوده. تو هیچ وقت از من خواسته ای نداشتی، یه خواسته از من داشته باش. حالا این توی کتب احادیث اومد. حالا حضرت زهرا هم نه میذاره نه برمیداره. یه عمر هیچ خواسته ای نداشته، الان خواستش اینه. میگه من انار میخوام. برای تو عربستان انار میخوام. بعد حضرت علی هم میگه خیلی خوب، دیگه پا میشه از خونه میره بیرون و دنبال انار. این خونه اون خونه، حالا کی انار داره. میگن برو فلانی یک صندوقچه اناری مثلا آورده از فلانجا، برو میره پیش در خونه فلانی انار داری. میگه مثلا 2 تا انار هست، یکیشو میخوام واسه زن خودم مثلا حامله است، یکیشم بیا تو بگیر. حضرت علی خوشحال دیگه و هزینه رو پرداخت میکنه، انار رو میگیره و میاد نزدیک خونه که میشه یک مثلا کوری داشته رو خاکا غلط میزنه. حضرت علی میاد این کوره رو بلند میکنه، میگه که چی شده؟ میگه هیچی. کوره میگه من انار میخوام. حالا نمیدونم این کوره از کجا فهمیده که الان انار بعد بخوره. میگه من انار میخوام. حضرت علی هم نگاه میکنه، میگه خب این انار رو میشکنم، نصفشو میدم به تو بخوری. این نصف انار رو میده کوره میخوره. کوره هم حالا مثلا تو خاکا و اینا داشته قرض میکنه، انار رو میخوره و میگه من بازم انار میخوام. میگم نصف دیگه‌ش هم بیا تو بخور. بعد حضرت علی ناراحت برمیگردن منزل و بعد که برمیگردن منزل میبینن یک صندوقچه از انارهای خیلی عالی هست و حضرت زهرا و بچه‌ها هم نشستن دارن انار میخورن. بعد امام علی میگه این انارها از کجا؟ و حضرت زهرا میگه مگه تو نفرستادی؟ میگه امام علی میگه من نفرستادم اینا رو. ها سوال میشه این انارها از کجا اومده؟ بعد یک دفعه پیامبر از در وارد میشن، میگن اینو جبرائیل از بهشت آورده. خب حالا این کاری ندارم حکایتی که هستش، اینطوریه که خانواده ها آسمانی میشن، رشد میکنن. یعنی ایثاری که به خورد خانواده میدن، که البته ببینید یه عده از این ایثارها در جوامع غربی به صورت ناسالمش البته منفعت میبرن. یعنی وظیفه‌ای که مثلا دولت تو آمریکا دولت وظیفه‌ش انجام بده، با تلقین این ایثار مردم انجام میدن. پس ببینید چه منافعی پشتش هست. حالا کاری ندارم، اینا میشه زیرساخته اجتماعی. این میشه زیرساخته اجتماعی. خب چت ها رو بخونیم، بریم سبک جبران افراطیش و جبران افراطیش رو براتون تحلیل کنم. خب درود بر تینای عزیز. افرادی هم که هستن حضور غیابشون، اونایی که ننوشتن بنویسن. خب فاطمه نوشته برای اینکه مورد توجه باشن و دوستش داشته باشن از خودشون برای دیگران میگذارن. تو تعریف نقص و شرم درسته. بعد تیارا نوشته مثل راه حل محور و موج سوم. نمیدونم در توضیحاتی که بوده من متوجه منظورشون نشدم اینجا چون دیر خوندم. خب اینا هم که خوندم. توضیحاتی در مورد نقص و شرم نوشتن. مثلا تیاره نوشته فرد مضطرب نقص و شرم داره، منتها لزوما همیشه نقص و شرم باعث اضطراب نمیشه. میتونیم به این قضیه نگاه کنیم، ولی نقص و شرم اصولا به اضطراب ختم میشه. ممکنه حالا شما در یک سبک مقابله‌ای یا مکانیزم دفاعی قرار بگیری که اضطرابش رو خنثی کنی یا برطرف کنی، اما فی نفس نقص با اضطراب همراهه. آیه قرآن، خیلی حالا این جلسه من مذهبی شدم، آیه قرآن هم هستش میگه و خلق الانسان ضعیفا. فکر کنم سوره انبیاء. یعنی انسان ضعیف خلق شده، این اصلا تو ذات ماست این ضعف. خب شرطی شدن هست. خود چتا رو من دارم دیر میخونم این دفعه. بزرگوار نوشتن کتاب حماسه حسینی به صحبت‌های شما اشاره داره و میگه مظلوم نبودن بلکه قهرمان بودن و به گریه نیاز ندارن و باید تشویق بشن مثل قهرمان یک مسابقه. نکته زیبایی بودش. فکر کنم مال جناب آقای مطهری هستش کتاب حماسه حسینی که یک نگاه نوعی داره. آفرین. خانم راضیه نوشته در مقابل مثالی که داریم میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما این اصطلاح رو که البته در مقیاس شعار همیشه میمونه اینو نگاه کنیم، یا اون جمله‌ای که حضرت زهرا میفرماید بنیی اجار ثم دار. من حوزه علمیه رفتم، نمیدونم در جریان هست یا نه. میگن حضرت زهرا
یک شب داشتن دعا میکردن تا صبح. امام حسن هم بیدار بودن. حالا من توی کلاس‌های خصوصی تر قشنگ میام ساختار خانوادگی این خانواده رو که خانواده مقدسی هستش رو از نظر نظریات روانشناسی، خانواده درمانی مینوچین و نظریه بوئن، اینها میان تمرکز میکنن روی روابط خانواده دیگه، میام تحلیلش میکنم و بعد شما متوجه میشید چرا حضرت زهرا امام حسن رو خیلی دوست داشته که میگه هیچ کدوم از فرزندان من به مظلوم بودن امام حسن نیستن. و بعد منش‌های رفتاری امام حسن رو که حالا بحث‌های خودش رو داره جای صحبت داره و مسائل اینها رو که ما میگیم این خانواده رو که خانواده مقدس و محترمی هستن از منظر روانشناسی تحلیل می‌کنیم، ولی خب تو جلسات خصوصی تر که اون سطح علم به یه حدی باشه. حالا کاری نداره. امام حسن هم می‌دیدن که خب دعا می‌کنه دیگه حضرت زهرا دیگه. بعد آخر از همه میگه نزدیکای نماز صبح که شده دیدن که حالا برای خانواده هم دعا کردن. امام حسن میگم مادر بزرگوار چرا آخر برای ما دعا کردی؟ اول برای همسایه دعا کردی، این مریض داره، این اینطوری اون اونطوریه. حضرت زهرا گفتن بنی، یعنی فرزندم، اجار ثم دار، اول همسایه بعد منزل بعد خانه. پس اینها رو هم داریم. خب فاطمه نوشته در نظر بگیریم ایثار خیلی خوبه و امامان هم ایثار داشتن، ولی همون خدای همین که آدم اول باید من قبل از اینکه کامنت ها رو بخونم بررسی کنم چالشی نداشته باشه. این چالش نداره. میگم بله خدا گفته اول بعد خودش و خانواده‌اش ارزش بده و نیازاشو تامین کنه، بعد ثروت و اضافی بود بره به انفاق بوده. اینها رو هم ما داریم در اسلام و درست هم هست. اسلام توش تعادل، اسلام به ذات خود ندارد عیبی، عیب گر هست از مسلمانی ماست. اسلام سراسر قداست. شما وقتی به پیامبر نگاه میکنی، به همین امام علی که داریم مثال میذاریم نگاه میکنی، به 14 معصوم، همش قداست میباره. دائما زندگی اینها تزکیه نفس، قداست، خانواده دوستی، انسان دوستی. اصلا خشونت توی زندگی اینها نیست. اینکه حقوق زن رو رعایت نکنن، حقوق کودکان رو رعایت نکنن، اصلا نیست. همش قداسته. حالا ما گاهی وقتا بد در اسلام عمل میکنیم و خب ظلمیه که ما در حق اسلام میکنیم. بعد یه چیز دیگه هم نوشتن که خب من نمیخونم اینجا چون خطشون خوانا نیست. دومی هم خطشون خوانا نیست و میایم و میرسیم به مطالبی که هستش. جمله جالبیه. پس ما یک طرحواره اجتماعی جلسه قبل گفتم خود انضباطی ناکافی بود دیگه یه طرحواره اجتماعی دیگه‌ای که ما داریم طرحواره ایثاره در اومد بالا. کم کم داره طرحواره‌های فرهنگی و اجتماعی ما در میاد. تیارا نوشته چی؟ متاسفانه جامعه داره به سمت جبران افراطی میره. اصولا اعتدال داشتن سخته، یا افراط داریم یا تفرید. حالا میایم نگاه میکنیم، حرف تیارا رو میخوام تحلیل کنیم. توی این جامعه شهید پرور که بچه هاشون رو دستای خودشون تحویل میدادن، شهید میشدن. من خودم مادرم منو که به دنیا آورد گفت من تو رو با این نیت به دنیا آوردم و 2 برادر دیگت رو که هر 3 تاتون برین جنگ کشته بشیم، که خب متاسفانه جنگ تمام شد و خب من الان زنده‌ام در خدمت شما. ولی قشنگ مادر من رسما اینو میگفت، همین الانم میگه و خوشحالم میشه. یعنی الان شما تلفن رو بردار بگی بچه‌ت شهید شد، خوشحال میشی، خیلی خوشحال میشی. خب حالا این جامعه‌ای که حالا با طنز، این که واقعیت بدین که گفتن با طنز میخوام قسمتشو بگم، که یک زمانی فرزندان خودشون رو دستان خودشون میدادن برای شهید شدن، یعنی ایثار دیگه، اوج ایثار دیگه. الان همدیگه رو دارن شهید میکنن. کارمند یک جور، پلیس یک جور، آمریکا دارم میگم، ایران پلیس یک جور، معلم یک جور، روانشناس یک جور. تو آمریکا اینطوری، ایران اینطوری نیستش. میره پیش روانشناس، برو اول تست بده. کدوم منطقی تایید میکنه بعد اول تست گرفته بشه؟ که چی؟ پول بگیره، پول جدا کنه. پزشک برو فلان عکس از قلب تو این ور اون ورت بگیر. نجار یک جور. هر کسی یک جور داره چه کار میکنه. همین چیزی که خانم سلطانی گفتش، جبران افراطیش میکنیم. برگردیم سبک جبران افراطیش بگیم. سبک جبران افراطیش چطوریه؟ به نوعی حالا یکی از سبک‌های جبران افراطیش امتناع بیش از حد از کمک کردن به دیگرانه، که وقتی به سبک جبران افراطیش برسم براتون توضیح میدم. ولی ما الان داریم جبران میکنیم. دیروز خودمون رو قربانی میکردیم، الان داریم بقیه رو قربانی میکنیم. بزرگواری نوشته استاد من ایثار رو فقط برای بعضی از خواهرزاده هام دارم، حتی برای برادرزاده هام و بعضی خواهرزاده هام ندارم. اونم تا یه سنی. آیا میشه گفت شامل این طرحواره هستم؟ بعضی از دوستانم این طرحواره رو من نسبت میدن.
اونجایی که میگیم بعضی از دوستاتون نسبت میدن ممکنه در شما باشه. حالا با شناختی که از شما خیلی محدود دارم، من این طرحواره رو برای شما نمیبینم به صورت فراگیر، علتش چیز دیگه است، اینجا بهش نمیپردازیم. اما این که شما برای یک سری از خواهرزاده هاتون، اونم توی سن خاص، ایثار به خرج میدین یا به نوعی ایثاری که میکنید به شکلی که شبیه طرحواره ایثار میتونه باشه، میخوایم این نگاه روانکاوانه بهش داشته باشیم. شاید خودتون اینو پاسخ بدین، البته نه اینکه الزاما اینجا تو ذهنتون یا خصوصی اگه دوست داشتید، شاید بخشی از خودتون رو توی اونا مشاهده میکنین و برای اون بخش از خودتون که نیاز به ایثار و نیاز به محبت داشته دارید ایثار میکنید و محبت میکنید. خب این رو بررسی کنید. این چت ها رو من بیارم. اوکی. این رو هم میتونید بررسی کنید. اما طرحواره ها باید فراگیر باشن. اگه فراگیر نباشن طرحواره نیستن. حالا ما میتونیم بگیم این طرحواره در مقابل شخص خاص بولده، ولی باید فراگیر بشه. بهش میرسیم. اصلا ما هنوز طرحواره رو تدریس نکردیم. ادامه نوشتن: اما اگه از مامانم بپرسین کلا تکذیب میکنه من این طرحواره دارم، این طرحواره در من. این یک چیز درش میبینیم. اتفاقا این شاید تایید باشه. اگه مادری باشه، حالا نه در شما نمیدونم اینطور بوده نه، اگه مادری باشه، اینا میشه ریشه های تحولیش، دقت کنید مهمه، جزء میخواین یادداشت کنید. مادری باشه که جان فدایی های فرزند رو نبینه، کارها و زحمات فرزند رو نبینه و هرچی این فرزند میخواد بیشتر به چشم بیاد، اون هم از این طریق اون مادر کتمان کنه، یعنی حالا طبق این مثال مادر کتمان میکنه، تکذیب میکنه که فرزند طرحواره ایثار داره، این میتونه به تقویت طرحواره ایثار و تقویت ریشه تحولیش و در نتیجه خود طرحواره منجر بشه و کمک کنه. خب جناب کاوه بدخط نوشتن، ما نمیتونیم بخونیم. خب خانم صفی اقدم ایشون هم آره خیلی خوب. ایشون که نوشته بودن، حالا اسمشون رو نمیخونم دیگه، نوشتن درسته، بله به فکر فرو رفتم، اون که گفتم شاید خودتون باشه، که البته اگر این تشخیص باشه الزاما نفی بر وجود طرحواره ایثار نمیشه، میتونه ریشه تحولی براش باشه، میتونه. خب بریم به سراغ جبران افراطی طرحواره ایثار. توی جبران افراطی، حالا یک مثالی حالا خانم تیارا به صورت فرهنگی گفتن، نوشتن که گروه روانشناسی حمله سایبری شده. بذارید من برم اون گروه رو وسط کلاس. ممنون که اطلاع دادین. ادمینای دیگه هستن دیگه، برای همینم من ادمین کردم، امکان حذف پیام براشون گذاشتم. طرف نرم افزار فرستاده، بذارید بگم بحث روانشناسی که تحلیلش هم بکنیم، حالا وقت گرفته نشه. نرم افزار فرستاده مثلا APK فرمتش، اسمش هست سکس 3 نفره. عکس پروفایل چیه؟ عکس پروفایل عکس دختر. حالا یه سوال شما به عنوان روانشناس بعد بپرسید از خودتون، چرا اینها بازارش داغه توی جامعه ما؟ از اون ور اومدی سایت ها فیلتر شده، خب از این ورم این میشه کالای ارزشمند. هم عکس پروفایلش دختر باشه، اینا میدونین فلسفه، حالا میگه خوردن به علم آیتی آشنا هستن، فلسفه‌اش چیه؟ اینا عکس دختر میذارن، یک عده آدم خیلی عذر میخوام حول تشنه بی سوادن فکر میکنن اینا واقعا میرن پی وی، اینا پیام که میدن بالای اون اکانت که اون پیام گیرنده اکانت فیک دختره، میگه افسودن به مخاطبین، افسودن به مخاطبین رو میزنه، شما میری تو کانتکتاش، بعد شما رو توی گروه ها اد میکنه، بعد اینا افرادی هستن که ممبر میفروشن برای کانال ها، اینا همونه. بس که این جامعه تشنه است. چرا مثلا نمیاد ربات بسازه به نام نون سنگک؟ چرا عکس نون سنگک نمیذاره پروفایل؟ چرا نون سنگک میری از سر کوچه میخری، وقتی بهش نیاز داری هست. ولی از این ور مدن گرفتن، از این ور این مصیبت ها میزنه بالا. من گروه و امکان ارسال پیام داخلش ببندم و حالا باز دیگه پیداش نمی‌کنم الان که بخوام ببندمش. پیداش. برگردیم سر بحث. ممنون از اینکه اطلاع دادید.
توی سبک جبران افراطیش فرد امتناع افراطی داره از اینکه به دیگران کمک کنه. حالا درسته تیارا در مقیاس جامعه شناسی و جامعه و مقیاس کلی این رو گفتش که حالا میاد جبران میکنه، حق بقیه رو هم میگیره، اما وقتی به سراغ فرد میایم این معمولا صورت نمیگیره. چرا؟ خیلی ساده است. کسی که یک زیرساخت روان داشته که میگفته من بعد خودم رو برای بقیه قربانی کنم، فدا کنم، ایثار کنم و الی آخر، خیلی با خودش فشار بیاره که بعد اضطراب‌های ناشی از این نوع عملش رو بخواد برطرف کنه، اینه که دیگه بقیه لطف نکنه. این که شما فکر کنی این ازش بر بیاد که بخواد بقیه ظلم بکنه خیلی دور از احتمال و دور از دسترسه. ممکن الوقوع هست، مشاهده شده، منتها در کیس های من نبوده، در کیس های دانشجویان نبوده که سوپرویژن بهشون میدادن، اما رایج نیست. علتش هم عیان. چی میشه؟ نوشتن ایشون منظورم نسل جدید اصلا در مورد همون نسل هم درسته، یعنی همون نسلی که شهید میدادن، همون نسلی که جلوی گلوله میرفتن، الان گلوله به سمت بقیه شلیک میکنن در آمریکا. البته همون نسلی که از جانش همه چی میزد، حالا مثلا تو فلان اداره رانت میخوره، حالا تو بازار ملت رو سرکیسه میکنه، اصلا در همون نسل. حتی درسته، حرف شما درست بود و من بهش اعتقاد دارم، زیر ساختش اونجا خیلی کلانه. میگه من باید برای دیگران خودم رو قربانی کنم چون بهش تلقین شده کلیشه‌ای. حالا کلیشه‌ای میگه من باید برای خودم دیگران رو قربانی کنم، منافع خودم بچسبم. حالا بحثش مفصله. برای نسل جدید نوشتن، حالا منظورشون نسل جدید هم بوده، حالا اون بحث دیگه است. حالا میاد به سراغ فرد. حتی این در مقیاس فردی هم رخ میده ولی کمتره. در مقیاس فرد اون فرد امتناع میکنه از اینکه یه کار معمولی هم حتی برای شما بکنه. تو تحوار ایثار، شما اگه تحوار ایثار داشته باشی، من بهت بگم بچه‌ها من مثلا کارتم قفل شده، رمزش اشتباه زدم یا هر چی، 10 میلیون بعد بذارم به حساب کسی. دقت کنید. شما تحوار ایثار داری، این کارو بلافاصله میکنی، خودت نداری از کسی دیگه کارت خودت سقفش تموم شده، میگی داداش خواهر فلانی تو بیا این کارتو به حساب فلانی پولی بزن. حالا شاید اصلا حساب کلاهبرداری باشه، نه اینکه من کلاهبرداری باشم، یه کالای ممنوعه باشه، بعد شر بشه برای کسی که به اون شماره کارت پول زده و پولشویی مسائل خودش پیش بیاد. شما تحوار ایثار بهت دست میده. جبران افراطیش اینه که حالا شما تو همین مثال کار معمولی هم که ازت برمیاد، مثلا میگم فلانی میشه بسته اینترنت برای من بخری، من رمز دومم مشکل داره، فردا به یک شکلی مثلا میرم پای دستگاه میذارم به حسابت، به صورت افراطی این کارو نمی‌کنی. ریشش ولی ملموس نیست برات. خب خیلی هم این کارو نمی‌کنن. منظور وقتی نیستش که فرد غریب است. خب شما برای غریبه هیچ وقت این کارو نمی‌کنی. منظور اینه که برای عزیزانت، برای افراد معمول وقتی که این کار رایجه این کار انجام نمیدی. علتش چیه؟ علتش اینه، دقت کنید، علت روانکاوانش. شما یک عمر از ایثار خودت حالت بد بوده. اون رو خودت فعلا تاکید دارم، حالت بد بوده. حالا از خود ایثار کردن که نمیتونستی ایثار نکنی، از اینکه ایثار میکردی دیگران پاسخ منفی میدادن و ایثارتو نمیدیدن، از اینکه ایثار میکردی بعد یک سری امتیازها و لذت‌ها رو از بین دادی، 3 تا شد پس سال و دلیل دیگه داره که در جای خودش بهش پردازیم. اینا رو یادداشت کنید توی جزء، از دستتون نره. حالش بد بوده، نیومده این ریشه رو برطرف کنه، نیومده این نگاه و این طرحواره رو برطرف کنه، نیومده این زخمی که خودش ایجاد کرده زخم رو درمان کنه. میاد چه کار میکنه؟ میگه حالا برای که جبران بشه، مثلا چون از من تشکر نمیکردن، چون من منافع خودم میذاشتم زیر پا و لذت نمی بردم، چون این قسمتش که شبیه اطاعته، من نمیتونستم ایثار نکنم، ایثار نمیکردم، احساس گناه میگرفتم، حالا لج میکنم. بعد از حالا معمولا یک نقطه تلنگر و نقطه عطفی هم پیش میاد، بعد از فلان قضیه که من این کار نیاز داشتم، هیچ کس نبود کنارم، دیگه به هیچ کس کمک نمیکنم. این میشه جبران افراطیش. روی اون خود فرد دقت داشتیم. هنوز فرق ایثار و اطاعت هم نگفتم، اگه یادم رفت یادآوری کنم. خب دقت داشتید روی خود فرد. حالا گاهی وقتها
این جبران افراطی در پاسخ طرحواره ایثار دیگری هستش. یعنی پدری یا مادری که طرحواره ایثار داشته و این بچه ها حالشون بد می شده از این ایثار و این از خودگذشتگی افراطی و منزجر کننده پدر مادر و اونها هم دچار این طرحواره شدن، منتها اینا سبکشون میشه جبران افراطی. یک پدر یا یک مادر مهربون که همیشه در خونش باز بوده، پولا رو میداده، بقیه بچه دوچرخه میخواسته، این دوچرخه نمیخریده ولی با بنزه پول 2 تا دوچرخه سفره پهن میکرده مثلا واسه فلان مراسم. خب این بچه اینا رو میدیده، حالش بد میشده. این بچه امتحان داشته، بعد مهمونداری میکرده چون اینا میخوان مهمون دعوت کنن، ایثار کنن. اینها رو میدیده، حالش بد میشده. حالا که خودش سکان رو در زندگی خودش و گاهن حالا اون پدر مادر علیل میشن، در حتی در زندگی اونها سکان رو به دست میگیره، جبران افراطی میکنه، هیچ کمکی بقیه نمیکنه. میگه برای چی من کمک فقیر کنم؟ فقیر دندش نه، بره در بیاره، بره تلاش کنه، کاری به درست و غلط این حرف ندارم. جبران افراطیش جبرانی در مقابل ایثار والدینی. این هم طرحواره ایثار داره، این هم سر قضیه ایثار چالش داره، این هم ایثاره حالشو بد میکنه، منتها داره جبران افراطی میکنه. اونجا در خودش بود با خاطر اون دلیلی که من نام بردم، به البته دلیلی دیگه. اینجا پاسخ والدین. خب سوال: هر انسان نرمالی، هر انسان سالمی دوست داره بقیه کمک کنه. هر انسان سالمی اگه نتونه بقیه کمک کنه ناراحت میشه. یعنی همه طرحواره ایثار داریم. به نوعی باز برمیگردیم به حرف اون بزرگواری که گفتن این شاید هممون داشتیم میشه. اصلا مگه تو ویژگی های انسان سالم 10 تا ویژگی بود؟ نام ببرید. انعطاف پذیری شناختی. مورد دوم، اولیش نگاه واقع بینانه، منطق سلیم. دومی انعطاف پذیری شناختی. سومیش علاقه اجتماعی بود دیگه. تو اون حالتی که علاقه اجتماعیش هست مگه نمیشه این سرنوشت بقیه براش مهمه، کاری برای دیگران بکنه؟ پس آیا همه طرحواره ایثار داریم؟ مرزش چیه؟ فاطمه نوشته نه استاد، گاهن همدلیه، درسته، ولی مرزش چیه؟ قبول همدلی، من از کجا فهمم این همدلیه این طرحواره ایثاره؟ آها، خانم شهیندخت اشاره کردن به اون نقدی که من داشتم به اون شعر، نوشتن که بنی آدم اعضای یکدیگرند. در بعضی از رفرنس ها اومده بنی آدم اعضای یک پیکرند. هر دوتاش هم درسته، در نسخ هست. که در آفرینش یک گوهرند، سر یک قرانی به هم میپرند. بله، خب حالا مرزش کجاست؟ آیا مرزی داره؟ تا جایی که به خود فرد و عزیزانش آسیب وارد نشه. آفرین، این یک مرزشه. مرز دوم، حالا من فرض میکنم یک نفری کیس میاد پیش شما دارید طرحواره تدریس میکنید، در آینده نزدیک شما مدرس میشین و خود من ازتون حمایت میکنم برای تدریس کردنتون، خودم کنارتون هستم. خب حالا شما میاد طرحواره ایثار تدریس میکنی، بعد یکی از دانشجوی شما میاد میگه منم همینطوریم، منم وقتی نمیتونم به کسی کمک کنم ناراحت میشم، من طرحواره ایثار دارم. پاسخ چیه؟ پاسخ چیه؟ این دانشجوی شما اومده این سوال از شما کرده. پاسخ تیارا کاملا درست بود، گفتش مرزش اینه. اون مال وقتی که کمک میکنی یا میخوام ببینیم تا کجا میتونیم کمک کنیم. حالا فرد اصلا کمک نکرد. خب فاطمه نوشته خیلی لزوما بعد عوامل دیگه هم بررسی بشه، ولی سوال من شما جواب نمیدین. الان مرزش کجاست؟ من دانشجوی شما مدرس، اومدی گفتی طرحواره ایثار و درستم گفتی، این حرف درسته. کسی که طرحواره ایثار داره وقتی نمیتونه بقیه کمک کنه حالش بد میشه. خب این طرحواره ایثار داره دیگه. من اومدم گفتم منم اینطوریم، من طرحواره ایثار دارم. خب یه وقت پاسخ آره دیگه. خب اگه آره بگین آره. فاطمه می‌خواستی میکروفون باز کنی، پاسخ این سوال اگه می‌خوای بدی میکروفون تو باز کن، در خدمتت هستم. درود استاد بزرگوار. درود من بر شما. اول خواستم که بنویسم و حالا گفتیم میکروفون باز کنم، دیدم که توجهی نمی‌کنیم به میکروفون و گفتم بنویسم. استاد تا جایی که عملکرد فرد آسیب نبینه و نیازهای خود فرد هم آسیب نبینه، یعنی اینطور نباشه که فرد بخواد خودش رو قربانی کنه و اون 10 تا نیازی که 10 تا مؤلفه انسان سالم که خودت هم اشاره فرمودین باید حتما در فرد حالا به نوعی باشه. یعنی بیایم بررسی کنیم که آیا فرد
میتونه به راحتی از روابط ناسالم خروج پیدا کنه. فرد قضاوتش چطوره، بعد انعطاف پذیریش چطوره و اینکه میتونه به تنهایی مسائلش رو حل کنه و تنظیم روابط رو به اندازه و به دیگران از بقیه کمک خواستن و خب اینا رو داره یا نه. و این در خصوص مرزش بود و یعنی الان وایسا مرزش رو صبر کن، این در خصوص مرزش بود. من الان میگم که من الان احساس گناه کردم، شما میگی خب این موارد رو بررسی کن که ببین احساس گناهت حدش تروار ایثار هست یا نه. من دارم میگم این الان من احساس گناه دارم، شما میگی اینا رو بررسی کن، اگه گناه نداشتی تروار ایثار. آره خب نه ببینید الان برای تروار ایثار ما میایم سبک مقابله‌ایش رو هم بررسی میکنیم که بالاتر نوشتم. مثلا اینکه حالا ببینیم سبکش تسلیم اصلا اجتنابه، اینکه جبران افراطیه، ببینیم که به دیگران کمک میکنه، این کمک کردنش به اندازه است. اگه به اندازه باشه این موردی نداره، ولی اگه خیلی افراطی باشه یعنی فرد تسلیم شده، یا اینکه از اون بر جبران افراطیش این میشه که فرد اصلا کمک نمیکنه. اینا بررسی بشه. اگه فرد این سبک ها رو داشت میشه گفت بله تروار ایثار رو داره. در غیر این صورت میشه گفت همدلیه، یا حالا ممکن است تروارهای دیگه هم نشأت گرفته باشه. یک بازخورد بدین. من وقتی قسمت‌های آخر صحبتتون سرم و اینطوری تکون میدادم، شما کلامتون قوی تر شد و فکر کنم احساس کردین دارین درست میگین. درسته؟ بله استاد دقیقاً همینطوره. بقیه هم شاید هم کما اینکه درست نگفته باشم، ولی شما این بازخورد مثبت رو دادید. آفرین. دقیقاً به همین دلیل، حالا کاری نداریم که شما درست گفتی یا نه، ولی دقیقاً به همین دلیل شما تو اتاق درمان نباید این که میگن اوهوم تراپی یا مثلا اوهوم یک شنونده بودن فعاله یا سر تکون دادن، این کاملا کار غلطیه. چون در فرهنگ ما اوهوم گفتن یعنی بله و بله یعنی تایید به نوعی در ابعادی و مواقعی، و دو سر تکون دادن یعنی تایید. و تو اتاق درمان تو نباید بازخورد شنونده بودنت مثل خیلی عذر میخوام مثل بز اخوش رو که میدونین چیه دیگه، مثل بز اخوش سر تکون دادن باشه. چون طرف داره حالا شما که حرفتون رو میخوایم بررسی کنیم که درست بود یا غلط، ولی طرف داره حرف اشتباه میزنه در موارد اتاق درمان، میگه آره شوهر منم اونجا این حرفو بهم زد و الی آخر، شما هم داره تایید میکنی و تو ناهوشیارش نشست میکنه که بس نه من دارم درست میگم. پس این یه بازخورد اشتباهه. ما بازخوردهای دیگه هم داریم، ابرو بالا انداختن داریم، سر تکون دادن با ابرو بالا انداختن داریم که خنثاش میکنه به نوعی، یک آها گفتن داریم، هزار یک بازخورد داریم. پس نریم خیلی عذر میخوام اگه تو مسترایی سر تکون میدیم. اینو گفتم تو پرانتز داشته باشیم. بیایم به سراغ نقد پاسخ شما. خب حالا خانم صفیه اختر، الان شما گفتی سبک مقابله‌ایش رو بررسی میکنیم، من کیس شما، من دانشجوی شما. میگم من وقتی به دوستم کمک نمیکنم احساس ناراحتی میگیرم، داداشم کمک میخواد بهش کمک نمیکنم، مثلا میخوام خودم واسه امتحانم بخونم احساس ناراحتی میگیرم. خب میگی سبک مقابله‌ایش رو بررسی کنیم، بیا بررسی کنیم. میگه من کیس بررسی کنم. چطوری میخوای بفهمی؟ جواب سوال من ندی. من میخوام بفهمم تروار ایثار دارم یا نه. میکروفون تو باز کن صفیه اختر. استاد ببخشید، اولا اینکه چرا یه جوری نقد میکنین که آدم غلط کردم. خب خیلی خوبه، این اصلا ارزشه برای شما. قرار نیست شما درست بگی. منم دیدین که تو کارگاه ممکنه یه چیزی بگم نمیدونم. این یعنی دیالکتیک اینجا شما یاد میگیری. نکته بعد، شما الان حالا خیلی ممنون که شفاف استو گفتی آدم به غلط کردن میفته. الان مشارکت کنی، الان این حال بد بیاد سراغت، قوی میشی، واکسن زده میشه بهت، قدر میشی، تو اتاق درمان راحت میری. دقیقاً این نکته در مورد اتاق درمانم بهتون میگم. ولی وقتی که اینجا یک نفر اجتناب کنه، مشارکت نکنه، بعد تازه این مصیبت ها رو تو اتاق درمان خواهد داشت و هیچ وقت هم تو اتاق درمان نمیره. پس مرسی که هستی. حالا بگو من هستم، بیشترم اذیتت میکنم، تازه شروعشه. برو. درست است. خیلی ممنونم از وقتی که داریم و به قولی یاد میگیریم از شما. بزرگوار. استاد حقیقتش این که درسته سبک مقابله‌ای رو من اشتباه کردم و نمیشه اینطور بررسی کرد، ولی خب میشه اون ریشه تحولیه رو درآورد که اینو از شما قراره یاد بگیریم. و اینکه حالا مثلا میشه این رو گفت که فرد آیا نسبت به همه اینطوری، چون فردی که تروار رو داره معمولا توی اکثر موقعیت ها این تروارش فعال میشه، نه نسبت یه حرف حساب زد.
این حرف حساب بود، بقیه‌اش هم حرف حساب بود ولی ربطی نداشت، این ربط داشت. از من میپرسی تو همه شرایط اینطوری هم میگم آره. من به داداشم که کمک نمیکنم امتحان داشتم، خودم احساس گناه گرفتم. اون روز دوستم گفتش جزوت رو بده برم انتشاراتی و چون خودم میخواستم بخونم اون یک روز از خوندنم کم میشد بهش ندادم، احساس گناه گرفتم. تقریبا با همه اینطوری هم. مادرم اتفاقا چون دوران امتحانات هستش، مادرم هم به هم گفتش که بیا با هم بریم خرید. من گفتم خب مامان با ماشین برو یا صبر کن بابا بیاد، بابا برو خرید، من الان امتحان دارم. و بعدش هم باز خیلی احساس گناه گرفتم. بله با هم اینطوری. خب این الان نمیشه گفت باز طرحواره ایثاره، چون فرد اینطوری که میگه احساس گناه دارم احتمالاً از یه سوپر ایگوی خیلی قوی برخورداره. یعنی فرد حالا بیایم خانواده‌اش رو بررسی کنیم، شاید در خانواده‌ای بوده که خیلی بهش سخت گرفتن، اینکه گفتن که همیشه باید به دیگران احترام بذاری، همیشه باید باشون مهربون باشی، همیشه باید لطف کنی در حقشون، و این باعث شده در اون فراخود کودک این بمونه که من اگه به دیگران لطفی نکنم، اگه کاری که ازم خواستن و انجام ندم، کار بدی کردم و دچار همون اضطراب اخلاقی میشه و از این برم عذاب وجدان میگیرم. ما طرف میبریم پزشک قانونی، میگیم که الان بیا بررسی کن این بچه خودش هست یا نه. بریم پزشک قانونی میگیم بیا بررسی کن این فرد مثلا باکره هست یا نه، بهش تجاوز شده یا نه. شما میگی خب ببین اگه یک نفر با یک نفر همبستر بشه خب اون حامله میشه، خب میدونم اینو که من اگه به یک نفر دخول صورت بگیره بکارتش ظاهر میشه، خب اینو که من میدونم. الان تو من گفتی اون سوپر ایگو قوی، این جریانات الی آخر که این باعث میشه که من احساس گناه بگیرم. اوکی قبول، من حالا فهمیدم که این باعث میشه احساس گناه بگیرم. الان به من بگو سرکار خانم دکتر، من اومدم اتاق درمان شما، ویژگی روانشناسی اینه که شما لیسانس هم داشته باشی بهت میگن دکتر. خب خانم دکتر الان با این اوصاف خب مرسی چه چیزا، حالا سوپر ایگو مثلا، حالا شما که کلاس تخصصی بود گفتی، حالا من نمیدونم سوپر ایگو چیه، ولی حالا اوکی من فهمیدم چرا احساس گناه دارم. حالا الان من تحولی ایثار دارم یا ندارم؟ اگه اینطور که مشخص شد که بله نسبت به همه اینطورن میشه گفت، ولی استاد این میشه گفت بله داره رو باز با تردید میگم، یعنی اونقدر دقیق نمیتونم بگم که بله یا نه، ولی شواهد نشون میده که بله طرحواره ایثاره که باید طرحواره‌های دیگه بررسی بشه. مثلا اینکه آیا فرد همون که گفتیم خودتون نقص و شرم، حالا فرد شاید همین نقص و شرم رو داره، این منجر به ایثارش شده. یه چیز اتفاق مثبته که تو اتاق درمان به کارت میاد، این خیلی خوبه. تو اتاق درمان خیلی چیزای مثبت داری که تو اتاق درمان به کارت میاد، مثل همین جسارتت، همین اطلاعات بالات، همین ریشه شناسیت و اینکه چرا تو اتاق درمان به مشکل شاید بخوری، اون هم برات توضیح میدم. یه ویژگی مثبتی که تو اتاق درمان به کارت میاد اینه که راه در روها رو بلدی. دقیقاً پزشکا هم بعضیش همینطوریه. میری میگه مثلا من این قرصه رو خوردم پام خوب نشد، میگه خب پس شاید از یه جای دیگه بوده، برو اونم مثلا بررسی کن. اونا میگه بعد بقیه تحواره هم بررسی کن، میگه خیلی خوب بررسی کن، من کیس رول پلی دیگه، من کیس بیا من بگو من الان تحواره ایثار دارم یا ندارم، قطعیه من بگو. نگو که توی علم قطعیت نداریم، ما از این راههای فرار نرو، الان تشخیص بده واسه باشه. یه لحظه فکر کنم. واقعا حالا میگم بله داشت، چون میگفت که در مقابل اکثر افراد این دو بعد نه اینم بیایم بررسی کنیم که گفتی که انجام نمیدی عذاب وجدان میگیری. خب تو اگه ایثار داشتی که انجام میداد. آفرین. خب پس ایثار نداره. از کجا معلوم سبک جبران افراطیش نباشه؟ نه اگه جبران افراطیش بود کلا این رو انجام نمیداد و میگفت خوب کاری کردم انجام ندادم. حقش بود که خودش بره کارش انجام بده. پاسخ سوال من در حدی که دیگه کوتاه بیام و منطقی هم بود و قشنگ بود داد. مرسی. توی خونه هاتون براش یک دست بزنید. عالی بود. همین که اومدی اینجا پا به پای من عالی بود. اول صحبتت گفتی که حالا من شروع کنم صحبت شما رو کامل پاسخ بدم. ببینیم چقدر زمان داریم واسه این پارت. پارت گذشته 1 ساعت و 4 دقیقه است. اول صحبتت گفتی من اول دستم بردم بالا چون شما ندیدین
بعد تایپ کردم من هم کامل میبینم هم کامل اهمیت قائل میشم. الان کاغذم دستشون بردم بالا دیدم و از این جهت گفتم نگرانش نباشید. من میرم پاسخ شما رو نقد میکنم توی پارت دوم و به بهترین ها میسپرمتون. 5 دقیقه کمتر بیشتر بریم تا الان 23 هستش تا 23 و 10 دقیقه کمتر از 5 دقیقه بریم بیاین دیگه آبی بخورید بیاید که ادامه کار رو با هم پیش بگیریم. 23 و 6 دقیقه امروز 7/6/2582 معادل 1402 شیعی و پایان جلسه 29 و بخش اول روز 15.